سلام گلای تو خونه. کلاس آموزشی امشبمون که سر صبح تو جاده چالوس، به شرط اینکه الان جریممون نکنن و همین الان چپ نکنیم، درباره رانندگی هستش. از اونجا که ایتن هانت باید بیاد جلوی عمو و لونگ بیاندازه، من بهتون بگم که عمو متخصص رانندگی با پا هست. یعنی من زمانی که بار اول ازدواج کردم، یعنی در سن 20 بکنم بعد از خدمتم بود دیگه، میشه 20 سال 21 سال هر که، از محل برگزاری مراسم که در شرق تهران بود، اتوبان بابایی بود یه همچه جایی، تا محل هجله که غرب تهران بود در بولوار فردوس، کلا با پا آمدم و اون موقع تازه 21 سالم بود. میشه زمانی که 5-6 سال بود که با پا میرفتم، از قبل از اینکه گواهینامه بگیرم جریمه نکنید. بعد با پا رفتن هم فقط این نیست که شما دستت به فرمان نباشه، یعنی که شما بهتر از بقیه که دارن با دست رانندگی میکنند با پا رانندگی کنی. یعنی لایه بکشی، سبقت بگیری. و تخصص دیگر عمو هم سبقت گرفتن از اوناییه که دارن خب دنده جلو میرن با دنده عقب. یعنی که خیلی علاقه‌مند بودم با اون پراید مدل 80 که داشتم در دهه 80 و بعد با 206 تیپ 5 که داشتم در دهه 90، چون همشون اورجینال بودن و آدم لذت می‌برد از رانندگی باشون. دنده عقب برم و مسیری رو که بقیه دارن جلوی میرن و سبقت بگیرم به این شکل. حالا این تجربیات رو خدمتتون عرض کردم تا بگم از منظر برندینگ که شما میدونید توی برندهای خودرو وقتی که هر سال اعلام میکنن معتبرترین برندها رو، اون بالا مثلا اپل وایستاده، گوگل وایستاده، جایی که میرسی به خودرو همیشه تویوتا وایستاده. سال هاست، من که خاطرم نیست اصلا که چیز دیگه بوده. و منم دقیقا 5 سال فقط با تویوتای CHR تردد میکردم. قبلش یه دونه هیوندای i20 هم داشتم و آدم میگفت مثلا این ماشین باید باشه ماشین زیر پا به نوعی. اولش که نگاه میکردم، بعد این یک بار یکی باید بری وقتی که میخوای بری یه جایی، ولی نشد دیگه. یعنی که یه هفته که این متد رو پیاده کردم نه نمیشه. وقتی که نشستی پشت تویوتا هیوندای مثل فرغونه، دقیقا همین اتفاق میفته وقتی که پشت 206 میشینی پشت اون هیوندای هم تیپ هم هستن دیگه، i20 و 206. بعد دیگه نمیتونم بشینم پشت 206. اما گذر زمانه باعث شد که من تویوتا CHR رو بفروشم و بریزم روی پروژه‌ای که یک شاهینه باید خرجش میکردم، ولی
خب هکم دیگه مجبورم برای رفع هک و خونساسازی عملیات تخریب هزینه کنم. تویوتا SCHR هم رو فروختم و میخواستم یه L90 بگیرم اتوماتیک زیر پام باشه که بنا به دلایلی نشد. ماشین خوبیه، چون یکی از دوستانمون که میگن مال یه خانم دکتری بوده فقط میرفته مطب و برمیگشته. آره این یه L90 بود که مال یه خانم دکتری بود که فقط نمیرفت مطب و برگرده. یه مقدار شیطون هم بود. L90 ماشین خوبیه ولیکن ما یه خب برحال تویوتا سواریم دیگه، باید یه ماشین خوب میگرفتم و فونیکس FX گرفتم برای اینکه دیدم همه میگن نقده خیلی خوبی روشه و گرفتن همانو انداختم توی همین جاده چالوس با نسیم همان و دارم بهت میگم من دیگه نه لکسوس سوار میشم نه تویوتا سوار میشم و نه حتی BMW سوار میشم 8 ذات. فقط تا اطلاع ثانوی فونیکسی رو سوار میشم که دقیقاً خریدم 2 ماه بعد فروختمش برای اینکه هزینه دوباره رفع هک بکنم و پروژم رو بیارم بالا و همه رو ارسال کردم. این میشه همین فکر میکنم 3 ماه پیش و تمام پولش رو ظرف 1 هفته ارسال کردم برای لانچ پروژه و دقیقاً روز اعلام لانچمون به محض اینکه اعلام کردم صفحه توییتر پروژه رو هک کردن و دسترسمون خارج کردن و خود دیوایس هم که همینطور و تمام شد و رفت. فونیکس هم الان پیش تویوتامه و پیش بقیه اون چند 10 میلیارد دیگه. امیدوارم که تجربه خوبی رو از این تلاوتی که من کردم داشته باشید و بدونید که واقعا اگر دوربین مخفی موساده که دیگه من دارم لبخند میزنم دیگه خاموشش کن، اگر نیست من خودم این بچه ها رو به حسابشون میرسم بعدن شما بیاید این ویدیو رو ببینید مثل که خوابید. دوستان من خدا نگهدارتون.